خود در حمام خانه یک جای غسل کردن درست است؟ البته سنت است. سنت است که باید در حمام مرد همراه زن خودش غسل کند. اون زن وظیفش همین است که بدن شوهر تازه میکند، میشود، پاکیزه میکند، بعد دعای شوهر میگیرد. این سنت است. خوش به حال همون زنهایی که پیش از آنه که مثال مرد اراده حمام دارد با همراهی همون شوهرش حمام می رود و مثال بدن شوهرش صابون میکند، بدن شوهر مثال پاکیزه میکند، تازه میکند. خوش به حال او زن. این سنت است. چهارم، آیا زن میتواند که مرغ یا دیگر حیوان را ذبح کند؟ میتواند. زن حقوق دارد که مثل مرد چگونه که مرغ است کدام حیوانی نباشد ذبح میکنیم، کار در دست میگیرد، بسم الله الله اکبر میگوید، ذبح حیوان میکند. این جای منعش نیست. پنجم، آیا زن سر مرد را تراشیدن ممکن است یا نه؟ تراشیدن البته درست است. یک جوان گفت که ما در کدام قشلاق که زندگی میکرده است، گفت وقتی همون زن من گفت وقتی سر ما تراشید، ملا گفت که الکی زن به تو چی شد؟ طلاق شد. این هم خیلی ملاها هم هستند. حالا که آخی را بگیم همش وظیفه زن غلط نیست. آخی وظیفهش هم که نباشد کردنش سنت است. همون تیغ گرفت یا همون لیزور را میگیرد مثال سری مرد می تراشد، چی جای گناه است؟ تراشیدن 100% درست است، باک نداره.